روز 24 سپتامبر سال 2022 در میدان واسلاو در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ دهها پناهجوی ایرانی به یاد مهسا امینی تظاهرات اعتراضی دایر کردند. خبرنگار بامداد که تصادفاً شاهد این گردهمایی شد خبر داد که در مرکز پراگ تقریباً 100 نفر اکثراً ایران تباران گردهام آمده به ضد رهبر جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای و نیروهای بسیج شعار می‌زدند. چنین اعتراضها از روز مرگ مهسا امینی 22 ساله اینک یک هفته باز در ایران و بیرون از آن ادامه داشته. در جریان گردهمایی در حدود ایران تا امروز علاقه 35 نفر اکثر اعتراضگران کشته شدند. مهسا امینی روز 13 سپتامبر برای از معیار باستر پوشیدن سطرش از جانب پلیس اخلاق دستگیر شد و بعد 3 روز درگذشت. قبلا پلیس گفت که این دختر از سکته قلب درگذشت، ولی نزدیکانش با اشاره از زخم‌های سنگین بدن دختر به شکنجه شدن او پایفشاری میکنند. احمد وحیدی وزیر کارهای داخلی ایران روز 23 سپتامبر گفت که تحقیق طبی و سودی نشان داد که لطکوب جای نداشت، ولی حامیان حقوق ادعا دارند که مهسا امینی در بازداشت لطکوب شده و بر اثر جراحت‌های از سرش برداشته جان باخته است. اعتراضها از دادگاه مهسا امینی استان کردستان شروع شد و به دیگر منطقه‌های کشور از جمله تا به تهران پهن شد. روز 23 سپتامبر مقامات به کوچه‌ها طرفداران رژیم اسلامی را برآوردند. روز 24 سپتامبر خدمات جاسوسی ایران ادعا کرد که گویا از چند نقشه ترکش بمب در جریان اعتراضها پیشگیری کرده است. ادعا می شود که این نقشه را سابق طرفداران شاه و نیمه نظامیان ساکنان تبریز تشکیل کردنی بودند، ولی سنجیدن درستی این ادعا توسط منابع مستقل امکان ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در گذشته نیز از ادعاهای احتمال بمبگذاری برای گرفتن پیش روی موج اعتراضها زیاد استفاده کردند.